همچون این لعینها و خبیثهایی که امروز در افغانستان به نام مقاومت که کلمه مقاومت به اینها استفاده کرده درست نیست. اینها بغرد هستند. مقاومت او را میگه که استادن حق در مقابل باطل، این مقاومت میگه. حق مقاومت مردم فلسطین و غزه است. این مقاومت نیست، این بغارت است. این سرکشی از نظام اسلامی است. استادن در مقابل قرآن است. استادن در مقابل نظام اسلامی است. استادن در مقابل جماعت مسلمین است. اینها میخوان که امنیت ما، وحدت ما، افغان بودن ما، یک پرچگی ما را از بین ببرند. میخوان که مثل دیروز که اینها جوانان ما را در مقابل 10,000 پول افغانی در مقابل اسلام و مجاهدین جنگاندن به دفاع از یهودیت و نصرانیت و طاغوتیت و به دفاع از غلامی و بردگی به خاطر بقای قدرت و چوکیشان، اینها اون همون مردم ما هستند.